سلام، من ناملم. منم هیچ. همونطور که توی ویدیو قبلا گفته بودیم البته. امروز همونطور که گفته بودم میخوایم در مورد انیمه صحبت کنیم. یه سری اطلاعات وجود دارن که شاید شما هم ازش با خبر نباشین، شاید تا حالا به گوشتون نخورده باشه و خود ما هم که چندین سال انیمه رو شروع کردیم این اطلاعات رو کم کم به دست آوردیم و اینجوری نبوده که جای خاصی اطلاع رسانی بشه. از زمان اگه یه اوتاکو هستی یا انیمه میبینی، فن انیمه هستی، دوست داری که تماشا کنی، باید یه سری اطلاعاتو داشته باشی و اینطوری نباشه که بدون هیچ هدفی بشینی فقط انیمه نگاه کنی و موضوعش صرفا برای جذاب باشه یا به قولی مثلا اون فایت هایی که داره جذاب باشه. اگر تاریخچه انیمه رو بدونیم خب خیلی برامون قشنگتر و جذابتر این قضیه. آره دیگه، همونجوری که تو هم میدونی و منم میدونم، دقیقا موضوع ویدیو هم راجع به همینه که سعی کنیم راجع به چیزی که میبینیم یا اطلاعاتی که داریم و واسه هم دیگه به اشتراک بذاریم و شما هم هر تاریخچه یا هر چیزی که فکر میکنید مناسب ویدیوهای بعدیمونه میتونید به ما بگید، ما راجبش ویدیو بسازیم و کنار همدیگه شاد و خرم باشیم، ادامه بدیم. ولی موضوع امروز ما راجع به اینه که انیمه چیه و اینکه نمیدونم، حالا بچه‌ها شاید بهتر از ما اطلاعات داشته باشن که انیمه چیه، ولی به یک انیمیشنی که توی یک کشور دیگه ساخته میشه مثل ژاپن، یعنی در واقع خود ژاپن، بهش میگن انیمه. و بهتون بگم که از چه تاریخی هم که این شروع شده، تقریبا برمیگرده به دوره جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. برای اطلاع رسانی، برای این بوده که یه محتوایی رو تولید کنن توش که سرگرم کننده باشه بیشتر و اون خاطرات بد جنگ رو توش نداشته باشه. طبق حالا تحقیقاتی که ما انجام دادم با هم دیگه، یعنی در واقع انجام دادیم، اینجوری بوده که اولین انیمه‌ای که ساخته شده واسه سال 1907، ولی چون جنگ جهانی اتفاق افتاده، جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاده، این فایل رو پیدا نشده بودن. البته ما این فایل رو در بردیم و آره براتون میذاریم. آره میذاریم. آره دیگه، همین جوری که دارید گوش میدین این فایل، این ویدیو هم اینجا آپلود میشه، شما میبینیدش. چیزی که میبینی تقریبا 4 الی 5 ثانیه است و کلمه ای هم که اونجا نوشته شده یه جورایی آزادی خواهی و این چیزا رو میخواد. و این انیمه واسه سال 1907 ولی سال 2005 پیداش کردن و متوجه شدن که یعنی اون موقع من چند سالم بوده؟ و اینجوری بوده که اون موقع پیدا کردن، ولی تا سال 2005 کلی انیمه اومده، کلی مانگا منتشر شده و اینجور چیزا. از بحث که دور نشیم، اینکه مانگاها و انیمه ها چه ربطی به هم دیگه دارن، اینجوریه که انیمه ها با مانگاها جدا هن. ولی یک سری انیمه داریم که بر پایه یک سری مانگاها نوشته شده و انیماتورشون بهشون جون داده در واقع. البته ناگفته نمونه که میدونم که اوتاکوها خیلی خوب در مورد این موضوع میدونن، ولی یک سری انیمه ها وجود دارن که حتی مانگا هم ندارن و بر اساس لایت ناول ساخته شدن. یعنی اینطوری نیست که صرفا انیمه مختص به این باشه که آره مانگای نوشته شده و بر اساس اون ساخته شده. نه، اینجوری نبوده. در واقع یک سری لایت ناول داریم که اگر بخوام انیمش هم مثال بزنم، موشوکو تنسی، همون تناسخ یک بیکار، اگر اشتباه نگفته باشم اسمشو، یه انیمه جدیدیه که بر اساس لایت ناول ساخته شده. یک سری انیمه های دیگه هم وجود دارن، ولی خب چون توی این ویدیو نمیخوایم مثالی از انیمه زده بشه، برای همین مثال دیگه نمیارم. ولی خواستم میونه حرفمون بگم که این انیمه بر اساس لایت ناول ساخته شده و هیچ مانگایی اصلا براش وجود نداره. بنابراین انیمه ممکنه هم از مانگا ساخته بشن هم از لایت ناول. حالا از چیزهای دیگهش که بمونه حالا یه بحث جداگونه میشه. آره همونجوری که میگیم
لزوما نیازی نیست که یه انیمه از مثلا یکی اون پشت نشسته باشه یه چیزی رو کشیده باشه، نه ممکنه یک چیز خیلی عادی باشه، مثل انیمه هایی که اواخر دوره دهه 60 میلادی ساخته شده بود که وارد تازه سینما شد، تازه وارد این شد که تلویزیون پخش بشه. تا قبل از اون انیمه ها مثلا به صورت مثلا همین انیمیشن هایی که شما به صورت مثلا فایل CD یا دانلود میکنید بود، ولی توی ژاپن اون موقع که پخش میشد واسه دوره مثلا 50 میلادی 60 میلادی بوده و از دهه 60 به بعد وارد کشورهای دیگه شده، وارد کشور آمریکا شده و همچنین وارد کشورهای دیگه شده تا این سبک فیلم، یا حالا نه فیلم درسته یا نه، ولی اینجور انیمیشن اینجور انیمیشن ساخته بشه. اگه بخوام مثال‌های خیلی کوتاهی بزنم، حالا این ویدیو برای این ساخته نشده که من بیام از افرادی که مانگاکا هستن یا انیماتور هستن یا استودیویی دارن، نه، برای اینه که فقط بفهمیم راستای انیمه چیه. به قول یه مثال داشته باشیم که اینجوری نباشه که بدون مثال خب آدم خیلی کمتر یادش میمونه یا کمتر متوجهش میشه و از نظر من وقتی مثالی وجود داره خیلی راحت تر فهمش. بنابراین این مثال ها به قول هیچی جان اینجوری نیست که بخوایم توضیح بدیم. مثال ها میتونن خودشون یه ویدیو جداگونه باشن و خیلی بحث مفصلی هستن. اینجوری نیست که توی یه ویدیو خلاصه بشه و بگیم که اوکی برای این مثال برای اون مثال، ولی صرفا چون داریم در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم اگر مثالی باشه خب خیلی به نظر من بهتره. آره، اگر بخوام یه توضیح دیگه بدم راجع به این که مانگا چیه، مانگا یک سری کتاب هستن که داخلشون از اشکال استفاده شده. به طور میانگین میتونه این اشکال رنگ داشته باشه که اون میشه، اسم مانگاش چی بود؟ اسم اون سبک مانگا ها تلفظشو من دقیق نمیدونم ولی فکر کنم مانهوا. آره فکر کنم یه همچین چیزی، مانهوا. حالا ما در حد مانهوا میدونیم که یک سری مانگا هستن که رنگه. یه سری اوتاکو اگه این ویدیو ببینن بیچاره‌مون میکنن، چون من با اینکه خودم اوتاکو ام ولی از اونجایی که زیاد مانگا خون نیستم و بیشتر انیمه میبینم تلفظ این کلمه رو اصلا نمیتونم به یاد بیارم. حالا بگذاریم از این موضوع. آره، و اینه که مانگاها از قرن 12 و 13 کشیده شدن و اولین مانگاهایی هم که ساخته شده از قرن 19 هم به بعد وارد کشورها شده، یعنی توی خود ژاپن این کتاب ها کشیده می شده. قرن 19 هم تازه عرضه عمومی شده. تا قبل اون یه سری کتاب بودن که غیر قانونی هم بودن، حتی با اینکه مثلا خب موضوع خاصی ندارن. یعنی تو کشور دیگه هم غیر قانونی وجود داره؟ بله. آره، مثلا اگه بخوام یه مثالی بزنم، اتکان تایتان مانگاش توی کشور چین پخش نمیشه. انیمش هم وقتی که پخش میشه توی کشور چین تمام البته از این کلمه نمیتونی استفاده کنی، اون ماده رنگی قرمز براشون سفید هستش به خاطر کشورش و توی مانگاش هم خب این قضیه قید میشه. و اینکه آره از قرن 12 و 13 تا مانگاها ساخته شدن و برای کیا بودن به نظرتون؟ برای کسایی بودن که میرفتن سربازی و اون موقع که میرفتن سربازی خب حوصله‌شون سر میره قطعا و از این کتاب ها استفاده میکردن. و بخوام یک توضیح دیگه راجع به این موضوع بزنم اینه که پس انیمیشن با انیمه با هم فرق دارن. ما نمیتونیم این دو دسته رو توی یک دسته قرار بدیم به نام انیمیشن. خیر، انیمیشن نیست. انیمیشن یک سری شرکت های دیگه‌ای داره، انیماتورها و اونایی که مانگاکا هستن. مانگا کسی که می‌نویسه مانگاکا، و اون شخص ها هم کسایی هستن که مانگا رو میکشن و به دست استودیوها میدن. اگه بخوام این ویدیو رو واسهتون جذاب تر کنم میتونم بهتون بگم که دهه 70 و 80 و 90 و حتی دهه جدیدی که توش قرار داریم یعنی سال 2000 به بعد
اتفاقات خیلی وحشتناکی برای انیمه ها میفته که حتی بزرگترین و قدیمی ترین جایی که انیماتورها داخلش کار میکردن آتیش میگیره و این قضیه هم یک سری سوال داره و براتون آخر ویدیو میذارم. اگر جوابشو میدونستین بر ما کامنت کنید و کسایی که حالا درست جواب دادن و کسایی که اشتباه جواب دادن فرقی با هم ندارن. یه پرانتز وا کنم که انیمه واسه بچه ها نیست. این چرا؟ برای بچه هاست. انیمه واسه کودکانه، واسه کودکان زیر 6 سال. درسته. مخصوصا یک سری انیمه، حالا مثال نمیخوام بگم ولی مثلا The Promised Neverland قطعا واسه بچه هاست. 100%. اصلا توشون هم یه سری بچه هایی که توی یتیم خونه دیگه همینه. 100%. قطعا واسه بچه هاست. بله برای بچه ها ساخته شده 100%. بخوام یه چیز کوتاهی رو بگم اینه که ویدیوهای بعدی راجع به انیمه صحبت میشه، مختص یک انیمه. من میدونم ما 14,000 خورده انیمه داریم و نمیتونیم 14,000 تا ویدیو بگیریم واسه همشون، ولی انیمه هایی که در حال حاضر خیلی محبوب هستن رو نقد میکنیم و چه از لحاظ انیماتورشون، چه از لحاظ مانگاشون و چه از لحاظ اینکه آقا مثلا فصل 1 چجوری بوده، فصل 2 نقد و بررسیش میکنیم. الان اسپویل کردی که 2 تا فصل داره. آره. خب من یه سری نکات دیگه رو فراموش کردم و الان رفتم دوباره چک کردم. حالا به 1960 اولین فیلم انیمه‌ای به نام 3 افسانه پخش شده بوده توی ژاپن که اینجوری بوده که نصفش فیلم بوده نصفش انیمه و داخل فیلم از انیماتورها استخدام میکردن که مثلا داخلش یک انسان که مثلا انیمه‌ایه داخلش قرار بگیره و این اولین انیمه‌ای بوده که تو دهه 60 یعنی تو اوایل دهه 60 پخش شده بوده و توی ژاپن اولین انیمه تلویزیونی هم به نام حافظه کوتاه مدت که اونم پخش شده بوده که همه قسمتاش بازم انیمه نبوده و تلفیقی از فیلم و انیمه بوده و در سال 1963 اولین انیمه‌ای که پخش شده و تو انیمه بوده، همه چیش کامل انیمه بوده، اولین مجموعه تلویزیونیشون هم بوده به نام لیت نایت اسمشه. من ندیدم، امیدوارم شما دیده باشین و برین دنبالش و ببینیدش و شخصی هم که ساخته اسمش موشی پرو بوده، حالا اینجور که نوشته شده و مجموعه های دیگهش شیر سفیده که 1965 و یه دونه انیمه هم داره به نام جادوگری دخترانه، اون سال 1966 بوده و همینطور این انیماتور در سال 1967 هم موقعیت خیلی بزرگی به دست آورده توی عرصه ساخت انیمه های بلند و کوتاه و اولین انیمه هایی هم که ساخته به قدری بلند بودن که تا سال 2014 هم یک سری از انیمه هاش طول کشیده که 6500 قسمته و اسم انیمش هم سازای سان یه همچین چیزیه. حالا کدوم؟ احتمال اسم خاصه، سازای سان. آره. سازای سان اینطور که نوشته شده همین چیزی خوندن که به 25% مخاطبینش هم محبوب بوده. این توی دهه 60 میلادی اتفاق افتاده و اون ویدیویی هم که براتون گذاشته بودم واسه اولین انیمه ساخته شده هم اسم انیمش کاتودو ساشینه که این اسم انیمشه که یه پسریه که با لباس ملوانی پوشیده و داره یک چیزی رو می نویسه و
اگرم بگم این دقیقا چیه، برگرفته شده از شخصیت‌های دیزنی و اینکه و در حال حاضر هم اون شخصی که اونو ساخته هنوز مشخص نیست و معلوم نیست برای چه شخصیه و کی اون رو ساخته. و اگه بخوام از دهه 70 میلادی به بعد تازه شاهکارهای انیمه ها شروع میشه و تا الان که باهاتون صحبت میکنیم که آخرین انیمه ای هم که اومده نمیدونیم چون خیلی زیاده. هزار انیمه هفته، یعنی هر روز و هر هفته در حال پخشن و ما هم الان فکر کنم 3 تا انیمه در حال پخش داریم نگاه میکنیم. حالا فکر کنید اگر ما داریم 3 تا انیمه نگاه میکنیم، خب یک سری انیمه ها، یعنی هر انیمه طرفدارای خودشو داره و اینجوریه که اصلا نمیشه مثال زد که آره مثلا تو این هفته مثلا این 5 تا انیمه اومده. خب قطعا این شکلی نیست چون خیلی بیشتر از این حرف هست. یه سری انیمه ها که اصلا سلام موچی. آره یه سری انیمه ها که اصلا ریت خوبی نمیگیرن و معروف نمیشن. یه سری انیمه ها زیر انیمه های معروف له میشن که من واقعا از این قضیه خیلی شاکیم. همین سال پیش هم یعنی تو همین موقع ها 2 تا انیمه همزمان اومدن و یکیشون واقعا زیر اون یکی له شد، در حالی که خیلی انیمه خفنی بود، با اینکه انیمه بلندی هم نبود، انیمه طولانی نبود، یه صرفا یه انیمه سریالی کوتاه بود که اگر اشتباه نکنم بین 10 تا 15 قسمت داشت، احتمالاً 12 قسمت بوده که چی بود اسمش؟ بگیم یعنی حالا مهم نیست فعلا چون واقعا بحثش جداست و باید یه ویدیو دیگه گفته بشه، ولی انیمه بود که من در موردش با هر کسی که میخواستم صحبت کنم اصلا نمیشناختنش. یعنی اینجوری بودن که چی اسمش چی بود، یه بار دیگه بگو. و من اینجوری بودم که چرا نباید این انیمه رو دیده باشین. یه انیمه بود که واقعا هم ژانرش برای من خیلی جذاب بود و خیلی اینجوری بود که واسط کلی سوال به جا میذاشت و جواب یه سری سوالاتتو میداد، جواب یه سری سوالاتتو بعد خودت تحلیل میکردی و خلاصه که آره زیر اون انیمه معروفه له شد. خب من طرفدار اون انیمه معروفه هم هستم، نه که نباشم، ولی این قضیه واقعا ناراحت کننده است که یک سری انیمه چون همزمان با هم دارن میان و پخش میشن اصلا حتی اسمشون هم برای کسی شناخته شده نیست، مثل اتک آن تایتان. آره ولی از حق نگذریم یه سری انیمه ها هستن شاید هنوزم که هنوزه خیلی از اوتاکوها یا خیلی از اونهایی که فن انیمه هستن اونا رو میبینن و خب یه سری هم هستن اصلا انیمه های ریت پایین رو کلن تماشا نمی کنن و نگاه نمی کنن و حتی نمیدونن اسمشون چیه. ولی از نظر من این واقعا تصور غلطیه، چون نمیگم دیگه انیمه‌ای که مثلا ریت از نصف هم پایین تر گرفته باید حتما ببینن، ولی یه سری انیمه ها هستن که واقعا ظلم میشه در حقشون و بنا به هر دلیلی بهشون یه ریت خیلی مسخره مثلا پایینی داده میشه، در حالی که من چند تا از همین انیمه ها رو نگاه کردم و واقعا خوب بودن، واقعا خفن بودن، اینجوری نبوده که انیمه مسخره‌ای باشن. و میگم خیلی موضوع ها هست توی انیمه دیدن که شخصا منو اذیت میکنه و قضیه اصلا جالبی نیست. حالا یک سری انیمه ها بر اساس خفن بودنشون معروف میشن، یه سری انیمه ها نه، یک سری چیزهای دیگه وجود داره و کلا دنیاییه که در کنار قشنگیاش بدیهاش هم داره. از نظر من اینکه بخوای انیمه نگاه کنی مثل یه سری از فن هایی که تعصب خیلی زیادی راجع به یه دونه انیمه دارن و به نظر من باید بیننده خوبی باشی تا اینکه تعصب یه دونه انیمه یا یه دونه فیلم یا یه انیمیشن رو داشته باشی و برگردی بگی که این خدای همه است و
تا ابد باید اون انیمه باشه و انیمه های دیگه خوب نیستن. و یا حتی زمانی که تایمی که اتک آن تایتان خیلی ریت بالایی داشت میگرفت و فنهای اون انیمه ها اومدن و ریت منفی بهش دادن و نقدش کردن و از اون ریت خیلی بالا آوردنش پایین. من اینجا راجع به اتک آن تایتان نقد نمیکنم، نمیگم انیمه خوبیه یا بدیه، ولی در کل دارم بهتون میگم. ولی به نظر من باید هر جور انیمه‌ای که دوست داری رو باید ببینی، تو اون سبکی که میخوای باید ببینی، بهتریناش هم باید ببینی. ولی اینجوری نباشه که بگی که نه فقط همین یه دونه، چون همین یه دونه من میتونم بگم وان پیس میتونه همین یه دونه باشه چون 1000 خورده قسمت داره و من میتونم سالها بشینم ببینم، ماهی 10 تا قسمت ببینم، بله میشه فقط همون انیمه رو ببینم. ولی انیمه که کلا 3 تا فصل اومده و در نهایتش 100 قسمت داشته باشه و تهش هم مشخص نباشه که تموم شده یا نه، به نظر من فن خیلی بدی دارن و امیدوارم که نقد منفی به ما ندن چون خودشون میدونن اسم انیمه‌شون چیه. و اینکه ما اینجا نیومدیم بگیم که آقا اون انیمه خوبه، هر کی نظر شخصی خودشو داره، هر کی اونجوری که دوست داره میتونه زندگی کنه، اونجوری که دوست داره انیمه میبینه. ولی فقط یه دونه انیمه ساخته نشده. و اگر بخوام یه مثال کوتاه بزنم، یه انیمه وجود داره به نام 86 که خلاف اسمش به شدت انیمه قویه. نه که اسمش بد باشه، ولی اسمش چیزی نیست که من بیننده ترغیب بشم که برم ببینم. اسمش یه اسم کاملا عادیه، یه عدده و خب شاید کسی که مثلا اسمها براش خفن باشن اینجوری باشه که حالا باشه نگاه میکنم. ولی این انیمه، حالا ادامهشو بگو. آره این انیمه در حال حاضر ریت خیلی پایینی داره، نقدهای خیلی زیادی داره. حتی ما که داشتیم میدیدیم فصل 1 رو دیده بودیم ولی فکر میکردیم فصل 2 وجود نداره، به خاطر اینکه اینطوریه که پارت 1 و پارت 2 داره، یعنی یک فصل انیمه است که پارت 1 و پارت 2 داره. و سر همین قضیه وقتی که من دانلودش کرده بودم اینجوری بودم که اوکی یعنی من 11 قسمتی میشینم میبینم و وقتی دیدمش اصلا فکر نمی‌کردم که پارت 2 داشته باشه، یعنی پیش هم نگرفته بودم چون سرچ هم که کرده بودم اینجوری بود که چیز خاصی کلا نوشته نشده بود. میگم چون انیمه شناخته شده هست ولی نه اونقدر. سر همین قضیه اینجوری بودم که چقدر جای بدی تموم شد و مثلا بعد چند ماه متوجه شدم که یه پارت 2 هم داره، هورا برم ببینم. آره دیگه اینم دقیقاً از همون انیمه هاست که حالا یا تعویق خورده بوده یا انیماتورش نساخته بوده یا یه لحظه تصویرم رفت. یا انیماتورش نساخته بوده یا حتی مانگاکاش دیر فرستاده بوده واسه انیماتورها و چیزهای دیگه. اما یه چیز کلی که وجود داره این انیمه واقعا انیمه خوبیه و جزو شاهکارها محسوب نمیشه ولی جزو بهترین ها هست. قطعا قابل قیاس با انیمه هایی که امسال جایزه گرفتن نیست ولی جزو بهترین انیمه ها هست و به اون داستان ها هم میرسیم که چه انیمه هایی در چه سال هایی برنده جایزه شدن و چه انیمه هایی هنوز وجود ندارن، مانگاشون هست و چه انیمه هایی وجود دارن که حتی تبدیل میشیم، حتی انیمش هم خوب نیست ولی مانگاش خیلی پرطرف داره. آره دیگه همین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. 2000 years later. ما به مشکلات فنی خوردیم. دوربینم ضبط نکرد. واسه خود به خود استاپ شد، دلش خواسته استاپ کنه دیگه. حالا به من یه استراحتی داده. در کل که امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی لذت برده باشین. امیدوارم که به کارتون بیاد. امیدوارم که اطلاعات غلطی توش نداده باشین و این قطعا همینطوره. امیدوارم ما رو دوست داشته باشین. امیدوارم ما رو سابسکرایب کنید و لایک کنید این ویدیو رو، از ما حمایت کنید و اینکه امیدوارم ویدیومون بازخورد خوبی داشته باشه. شما به ما کمک کنید، ما هم به شما کمک کنیم برای محتواهای بهتر. نپی به شما نیاز داره. سخن دیگری باقی نمیمونه و خدا نگهدار. بای